همه بدونن، هم دشمن بدانه، هم دوستان با اخلاص بدونن، هم اون دوستانی که گاهی دلشون میلرزه بدونن جمهوری اسلامی مستحکم ایستاده است و بدانید اونا نمیتوانن به ما سیلی بزنن، ما به اونها سیلی خواهیم زد. وقت آقا رو اینجوری میبینیم مگه میشه اینجوری برش رج از عاشقانه نگی؟ آقا نکند شکوه از این همه بازار و به دوشش نکشد حرف دل آزار، که خود داند و یارش به خدا کج نبود بار و همارش، و به مقصد برساند چنان سهل که انگار نه انگار برایش همه اغیار خیال بد و صد نقشه کشیدند، که این بار نه هر بار و بکوبد به زمین خیل دماغ همه بدخواه و ستمگر، که کند کور و کند کر سر و سرور ز همان لشکر شرگر، که شدن باعث سرخی زمین از رگ مظلوم قلندر. و بگویم به تو ای جان برادر که دلت قدس که حیدر بود بر سر ما حاکم و سرور، و بگویم دوباره که رسد بر در گوش همه عالم ز مسلمان و یهود و مسیحیین و نصارا، و به کفار ستمگر که چو سید علی خامنه ای هست مرا یار دلاور، نتوانم بدهم جان خودم جز ره داور. نکنم شک نپرم تک که من از بدو تولد بدو ملحق شدم، ملحق مطلق. و بدانید و نخواهید که این راه همان راه نبی فاطمه و آل علی، تا که الان منجی عالم بشری مهدی موعود سر رشته بداده به سید علی خامنه ای تا برساند همه را، آن همه اهل ولا را به صفای دل موعود و ظهورش، که خجالت نکشند گاهی و حتما سرافکنده نخواهد که ببیند و از این امت و آیین پیمبر و خدا را. و منش توصیه دارم بدهید دست به دست و بشوید محکم و یک دل، که در این فوج عظیم احدیت بشویم مست. پس بدهید دست. حالا قربونت سست نشو، نزدیک به قله ایم انشاءالله.